مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیمی زنه میگه که منم داشمونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. امروز قصد داریم که راجع به پشت پرده های پنهان و عجیب و غریب تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی با شما صحبت بکنیم و پشت پرده هاشو برای شما افشا بکنیم. طرحی با عنوان صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که این طرح خیلی سر و صدا کرده در طول یکی دو هفته گذشته. طرحی که سالهاست که قراره در مجلس تصویب بشه و چیزی شبیه کودتا علیه اینترنت هستش و مدیریت کردن کل فعالیت‌های مردم در داخل ایران در فضای مجازی و اصطلاحاً چیزی شبیه کره شمالی شدن و اینکه قرار جوری اینترنت رو در ایران کنترل بکنن که شما نمیتونید دیگه حتی یک حرکت ریز هم انجام بدید. طرحی که ماده ها و قوانین مختلفی رو درونش داره که امروز برای اولین بار این طرحی که به مجلس ارائه شده برای شما اسنادش رو افشا میکنیم که توسط کمیسیون فرهنگی مجلس برای اولین بار این طرح مطرح شد و بالاخره امروز تایید شد توسط مجلس این طرح و قراره که به نهاد بالادستی بره که جزئیاتش مطرح بشه. طرحی که در اون 121 نفر موافقش بودن و 74 نفر مخالفش و 9 نفر هم رأی ممتنع دادن. این در حالیه که 81 نفر از نماینده مجلس نبودن و اونجایی که همیشه داد میزدن مردم آقا بیاید طرح شفافیت آرا رو در مجلس عنوان کنید، ما ببینیم که این 121 نفر پشمکی که به این طرح رأی دادن کیان؟ حضار محترم 208 نفر آغاز رأیگیری را اعلام میکنم. خواهش میکنم همکاران عزیزم در رأیگیری مشارکت داشته باشند. چند تا میخواد؟ حاجی آماده باش دستور برگیری همکاران توجه داشته باشند الان اصل 85 شدن اون به رأی گذاشته شده. اصل 85 اصل هست. 85 به رأی گذاشته میشه. هشت نفر حاضرین. نه اون نداره جون. چند نفر؟ 110 تا؟ پایان رأیگیری رو اعلام میکنیم. با 121 رأی تصویب شد. بله این طرح هم در مجلس تصویب شد. نکته‌ای که وجود داره این که هر موقع در ایران صدای اعتراض مردم بلند میشه برای گرونی، بی‌آبی، بی‌برقی، بیکاری و تمام معضل‌های اجتماعی که وجود داره، فقر، اولا که دیدید که چه برخوردی باشون میشه تو کوچه و خیابون، یک مجوز قانونی برای اینکه بخوان اعتراض خودشون رو بیان بکنن بهشون داده نمیشه که مجوز ساده. و بعد از اون اولین کاری که میکنن زرت اینترنت رو قطع میکنن. اگه یادتون رفته یادتون بیارم که در زمان گرونی بنزین اومدن و اینترنت رو قطع کردن. و نکته‌ای که وجود داره این هستش که یه عده‌ای که اون بالا هستن فکر میکنن که اونا اربابن، مردم نوکرشونن. قربونتون برم تمام اون ثروتی که در داخل ایران هست و خدادادیه واسه همه ملت ایرانه، نه واسه شما چند نفری که اون بالا هستین، واسه کل ملته. و شما وقتی که اون بالا مدیریت دارید میکنید دارید وظیفتون رو انجام میدید، کار عجیب و غریب انجام نمیدید و حالا یه مقداری هم حقوقتون نسبت به بقیه چون دارید مدیریت میکنید باید بیشتر باشه. ولی اینکه برید اون بالا ادعای خدایی بکنید، ادعای نمیدونم سیستم ارباب و رعیتی بکنید، این واسه مردم زور داره که برق مناطق مسکونی که یه سری مدیران در اونجا زندگی میکنن نمیره، برق مناطق پایین و مردم عادی میره. حالا اینا رو ولش کن، بریم جلوتر. این که گفتم هر موقع صدای اعتراض مردم بالا میاد، میان طرح
بومی شدن اینترنت رو عنوان میکنن و ارائه میدن و جالبه که با این طرح تمام سرویس های ارائه دهنده گوگل، نمیدونم اینستاگرام، فیسبوک، توییتر کاملا در ایران مختل میشه و هیچ گونه فعالیتی نمیتونن بکنن. اپلیکیشن های داخلی هم نمیتونن هیچ فعالیتی بکنن یا اگر بخوان فعالیت بکنن بسیاری از کارایی های خودشون رو از دست میدن، چرا که دارن از سرویس های خارجی استفاده میکنن. مثالش هم میتونیم از سرویس FCM که برای ارسال نوتیفیکیشن برای گوشی ها هست که اپلیکیشن های داخلی هم دارن از این سرویس گوگل استفاده میکنن برای ارسال نوتیفیکیشن، از کار میفته. یعنی شما وقتی که با این طرح بخواید ارتباط اینترنت ایران رو با دنیا قطع بکنید، یعنی چیزی شبیه کره شمالی. حالا جلوتر این طرح رو بدون روی تصویر نشون میدم، تمام ماده قانونش رو برای شما بررسی میکنیم خیالتون راحت، چون یکی از نماینده مجلس اومده گفته که اصلا کسی نمیدونه این طرح چیه و این صحبت‌ها. حالا ماده قانونش رو به شما نشون میدیم. از اون طرف یه سری آدم اوشگول، یه سری آدمی که خودشون رو مقام مسئول میدونن، به عنوان مثلا سخنگوی مجلس میاد آنچنان با آب و تاب صحبت میکنه و میگه کی گفته قرار ما اینترنت رو قطع بکنیم، کی گفته این اتفاقات بیفته، ما تا جایگزین داخلی براش پیدا نکنیم نمیریم این اپلیکیشن ها رو فیلتر بکنیم. دیدیم دیگه جایگزین داخلیش گپ بود و نمیدونم اپلیکیشن های اینطوری بود که اصلا هیچ استقبالی هم ازش نشد، مردم رفتن دوباره روی تلگرام و سایر اپلیکیشن ها. بریم اول صحبت این حاج آقا رو بشنویم. پیام رسان‌های ایرانیه، تا زمانی که مشابه ایرانیش نساختیم یا یک فضای خارجی تا فضای تولید نشد که بیا جایگزین اون بشه، ما اجازه نمیدیم تو این طرحمون فیلتر بشود اینستا، توییتر، تلگرام و هر فضای مجازی دیگه. یه سری آدم غیر متخصص، آخوند بودی دیگه، یعنی این چیز پیچیده اینه. شما رفتید مثلا حوزه علمی درس خوندید، چند کلاس سواد تو حوزه آیتی داری؟ چند کلاس سواد تو حوزه سایبری داری؟ که میای اینجوری اظهار نظر میکنی، بعد انقدر اوشگولن هنوز نمیدونن آقا توییتر و تلگرام اصلا فیلتر شده چندین ساله. شما تازه میخوای اجازه ندی؟ شما که سخنگوی مجلسی هنوز اینا رو نمیدونی؟ چه بگم؟ جالبه که یک هیئت 20 نفره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی رو بر عهده دارن که از این هیئت 20 نفره اکثرشون مقام‌های بلندپایه امنیتی و نظامی هستند و فقط 2 نفر از این افراد آدم‌هایی هستن که در حوزه آیتی تخصص دارن. مثلا وزیر اطلاعات عضو این هیئت 20 نفره است که داره تصمیم گیری میکنه. وزیر ارتباطات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس سازمان تبلیغات، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده ارتش، نمیدونم رئیس بسیج فلانجا، یعنی کلا تمام افراد غیر مرتبط ولی بلندپایه امنیتی و نظامی هستند که بعد از تصویب این طرح تصمیم میگیرن که چه اتفاقاتی برای این طرح بیفته. افرادی کاملا غیر متخصص و کاملا غیر مرتبط. یعنی شما همه جای دنیا بگید که آقا اینترنت ایران قرار بیفته دست نیروهای مسلح و ارتش، در همه جای دنیا به شما پناهندگی میدن الا کره شمالی. اینقدر این سیستم شلنگ و تخته‌ایه. حالا بریم صحبت یکی دیگه از نماینده‌های مجلس، آقای حجت الاسلام نصیرایی. من میخوام همش رفرنس بدم، تیکه تیکه بذارم ببینید چه اظهار نظری کردن. توی مجلس وقتی مردم اعتراض کردن، وقتی رسانه‌ها اعتراض کردن گفتن این چه طرحی دارید تصویب می‌کنید، اومد گفت یعنی چی؟ شما هنوز این طرح رو نخوندید، برید بخونید اصلا متوجه میشید که بحث حمایت از کاربران ایرانیه، نه محدود کردن کاربرها. بریم این صحبتاشو بشنویم توی مجلس. کلا میخوام صحبتای همه رو بشنوید، بعد بریم این طرح رو بهتون بگم که چی قراره تو پاچه ملت. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم آقای رئیس. امروز در صحبت‌هایی که در نوبت اول صحبتی می بود در خصوص این بحث سوالی که از وزیر محترم ارتباطات بود، اشاره به این طرح کمیسیون فرهنگی شد در بحث ساماندهی فضای مجازی. به همین مناسبت من یک نکته خواستم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیز عرض بکنم
در این 2 هفته اخیر، 1 ماه اخیر، خب مستحضرید کمیسیون فرهنگی که یکی از فعالترین کمیسیون‌های مجلس بوده در این 14 ماه 13 ماه اخیر، بر اساس وظیفه و اولویتی که برای خودش تعیین کرده بود به موضوع فضای مجازی وارد شد و طرحی رو در این خصوص آماده کرد. اما همواره ما نمیدونیم چه خبره تو این مملکت ما. تا صحبت از فضای مجازی میشه، تا صحبت از مسئله ساماندهی فضای مجازی میشه، شروع میکنن دستهایی، زبانهایی به هوچیگری و سر و صدا که اینها دنبال فیلترینگن، اینها دنبال بستن خلاصه همه پیام‌رسان‌های خارجی هن و دل مردم رو و یک فضای غلطی رو در کشور میبینید که شکل میدن. در صورتی که انسان وقتی به حرفاشون توجه میکنه میبینیم اصلا آقایون طرح نخوندن، اصلا ندیدن طرح چه هستش و همینطور چشم بسته شروع میکنن به تخریب و هیاهو کردن و ما نمیدونیم اینها قراره چه اتفاقی بیفته. بارها و بارها رهبر معظم انقلاب مسئولین را خطاب کردن که نسبت به فضای مجازی این ولنگاری و این بی‌در و پیکر بودن این فضا را فکری بردارید براش. این وضعیت خوبی نیست. در هیچ جای دنیا اینطور نیست که نسبت به فضای مجازی اینطور رها. همه دنیا برای فضای مجازیشون برنامه دارن، مدیریت دارن، اما بعضی توی کشور افتخار میکنن به اینکه این فضای مجازی بی‌در و پیکر باشه و نخوندن. ما نمیدونیم اینها چه مسئله‌ای دارن که چه منفعت اقتصادی و سیاسی عده‌ای دارن که تا میگیم ساماندهی فضای مجازی عده‌ای تنشون میلرزه، وجودشون میلرزه و شروع میکنن به تخریب. این طرح را آقایون نخوندن، ندیدن. این طرح بناش بر حمایت از کاربران ایرانیه، این طرح بناش بر ساماندهی فضای مجازی، این طرح بناش بر حمایت از پیام رسان‌های ایرانیه. اصلاً به دنبال جرم انگاری برای کاربران ایرانی نیست. بعضی به دروغ در فضای مجازی و بیرون دارن طرح میکنن اینا میخوان ببندن، اینا میخوان فلان کنن، جرم انگاری کنن. این غلطه و ما انتظار داریم که هم هیئت رئیسه محترم هم همکاران عزیزمون نسبت به این مسئله بله شدیداً تاکید میکرد که بحث محدود کردن کاربرهای ایرانی نیست و بحث محدود کردن پیام‌رسان‌های خارجی هم اصلاً مطرح نیست و فقط ما میخوایم حمایت بکنیم و تقویت بکنیم پیام‌رسان‌های داخلی. و یه جای دیگه هم همین حاج آقا اومده بود و صحبت کرده بود. ببینید بحث محدود کردن یا اینکه ما طرح رو نوشته باشیم برای اینکه محدود سازی برای پیام‌رسان‌های خارجی، این مطرح نیست اصلا. موضوعی که داریم دنبال میکنیم تقویت پیام‌رسان‌های داخلی خودمونه. طرف طرح رو نخونده و همش بر اساس اون طرحی که اول اعلام وصول شده بعضی دارن اظهار نظر میکنن. این طرح هم که تازه الان آماده شده این قانون نیست، این نهایی نیست، این تازه اومده. طبیعتاً باز همچنان کارشناسان مختلف، دیدگاه‌های مختلف دیده میشه، شنیده میشه، با وجودی که همینی هم که آماده شده بیش از 2000 ساعت نفر ساعت این براش عرض بود وقت گذاشتن. اصلا ما در این طرح چیزی تحت عنوان جرم انگاری برای کاربرانی که در فضای مجازی و در مجموعه پلتفرم‌های مختلف داخلی و خارجی دارن فعالیت میکنن، اصلا ما چیزی رو به عنوان جرم انگاری برای اینها ندیدیم. کاربر داخلی ما رفته از فیلتر شکنی استفاده کرده، توی یک سایتی وارد میشه، اصلا این براش جرم انگاری نمیشه. این برای جرم انگاری برای اون شرکت هایی است که داخلی هستن، فیلتر شکنی رو دارن تولید میکنن. این تولید فیلتر شکن برای اینکه از اون استفاده بشه برای دسترسی به یک سری کانال‌ها و مجموعه‌هایی که ممنوعه، اونهاست که براشون جرم انگاری خواهد شد. قطعا ما موقعی که بخوایم عرض به حضورتون حمایت کنیم از در واقع شبکه‌های داخلی خودمون، بدون تردید یک بخشی از حمایتمون همین حوزه است.
تا اینجا صحبتی حاج آقا رو شنیدید، میگه که باید کسایی که از فیلتر شکن استفاده میکنن جلوشون رو بگیریم و جرم انگاری هم تازه بعد صورت بگیره. البته این در همون قانون تبصرهشون هم اومده که استفاده از فیلتر شکن ممنوعه. این در حالیه که وزیر ارتباطات در خصوص مافیای فیلتر شکن این صحبت‌ها رو میکنه که کاملا ضد و نقیضه با این حاج آقا. آقایون سوال مطرح میکنن چرا وزارت ارتباطات فیلتر شکنها را مدیریت نمیکنه، چرا نمیبنده؟ سوال اینه. یک، بر اساس قانون وظیفه ما نیست، ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظفن. دوم آقای پژمانفر، فرض کنید که صبح فردا از خواب بیدار شوید و کل فیلتر شکنها و وی پی ان ها، فرض محال نیست، همه از دسترس خارج شده باشن. اتفاقاتی که رخ میده رو فکر کنید. استاد دانشگاهی که دنبال مطلب علمی میگرده به دلیل که سایت های وبلاگ به دلیل ملاحظات عمومی شبکه‌های اینترنتی چون همسط هستن و دسته‌بندی انجام نشده مسدود هستن به مشکل میخوره. تاجر ما که میخواد تحریما رو دور بزنه حساب بانکی پول واریز بکنه به مشکل میخوره. تمام دیولپرها و توسعه دهندگان نرم افزار ما که دارن نرم افزار توسعه میدن به مشکل میخورن. مگه میشه بدون ساماندهی این حوزه ها رفت و با همه این ابزار رو بررسی کرد؟ با این حجم از محدود بودن عمومی دسترسی ها که ما بارها گفتیم اینو طبقه بندی بکنیم، در جلسات مختلف گفتیم سطح سیستم برای پزشک، برای استاد دانشگاه، برای دانشجو، برای خبرنگار نمی شود با سطح یک کودک 8 سال 9 سال برابر باشد. خب این همسطحی انجام نمی شود. فیلتر شکن به راحتی در کشور فروخته می شود. هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمی شود که پشتش هم معلومه. مگه میشه در کشور در نیاورد که چه کسی تجارت فیلتر شکن میکنه در کشور؟ مگه نمیشه پشت این مافیا رو در آورد؟ پاسخ به من وزیر ارتباطات بدانید نمایندگان میگویند ما قانون نداریم که فیلتر شکن فروشی جرم است در کشور. تجارت چندین میلیاردی، من چند صد میلیاردی تو این حوزه است، کسی جلوشو نمیگیره. میگن وزارت ارتباطات تو بیا برو ببند، زندگی مردم هم مختل شد، خودت جواب بده. این منطقه. ما اعتقاد داریم به صیانت از اخلاق، میدانیم راهنمودهای مقام معظم رهبری رو، میدانم خیلی خوب درک میکنیم، اما دوستان حل مشکل راه حل دارد. راه حل هم نمی شود ابزارهایی که مورد نیاز مجریست بهش ندهیم و بعد بگیم برو این کار انجام بده. بریم صحبت‌های آقای اقبال شاکری، یکی دیگه از نماینده مجلس رو هم بشنویم. ببینید چه آدم‌های شلنگ و تخته‌ای توی مجلس. وقتی توی مجلس به صورت لیستی میرن رأی میدن، وقتی به صورت قبایلی و طایفه‌ای میرن رأی میدن، وقتی اینا میرن تو مراسم‌های عزا و عروسی فک و فامیل استری افراد میگن وای چه آدم خوبی، بریم رأی بدیم بره تو مجلس. وقتی که همچین آدمایی رأی میارن، مثلا این آقای حجت اسلام نصیری فکر کنم 30-40 هزار تا بیشتر رأی نیاورده. یعنی به اندازه یکی از این جوجه اینفلوئنسرهای اینستام فالوور و دنبال کننده نداره، اصلا اونقدرم رأی نیاورده. یعنی من برم شرکت بکنم توی مجلس فکر کنم کافی در کمترین حالت ممکن 2 برابر این آدم رأی بیارن. یعنی با 40,000 رأی رفته تو مجلس. حالا بگذاریم آقای اقبال شاکری اومده و گفته که ما میخوایم ساماندهی بکنیم فضای مجازی رو با این طرح. بریم صحبتاشو بشنویم بیایم بعد من طرح بهتون نشون میدم. شما بر بازار ارز مگه نباید مدیریت کنیم؟ مگه بر بازار مسکن نباید مدیریت کنیم؟ مگر بر خدمت شما عرض کنم که بر کالاهای داخلی نباید مدیریت کنیم؟ مثلا مبارزه با قاچاق نباید بکنیم؟ تعجب میکنید؟ هر موضوع در کشور نیاز به ساماندهی و مدیریت داره. فضای مجازی هم یکی از کالاهای خدمت شما عرض کنم پررونق فضای کشور ماست و به ما بیشتر هدفمون اینه که اینو مدیریت کنیم در جهت بهره‌وری بالاتر و بهبودش و حمایت کنیم از کاربرانی که دارن از این فضا برای مقاصد پیشرفت و توسعه و بازار فناوری چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. یه بخشی از اون طرح گفته احراز هویت تمامی کاربران. این قابلیتش دقیقاً چجوری قراره اجرا بشه؟
عرض کردم خدمت شما این موضوعی که من عرض کردم، ما یه طرحی رو الان تهیه کردیم با من جز امضا کنندگانش بودم برای اینکه این ساماندهی صورت بگیره. اون هیئتی رو که ما برای اون پیش بینی کردیم تو این طرح، وظیفه اونه که برای هر کدوم از اینا سامانه مورد نظرش رو چیکار کنه، ایجاد کنه. بنابراین اون هیئتی که در اونجا دیده شده، پیش بینی شده، یکی از وظایفش اینه که این اقدامات رو برنامه‌ریزی و مدیریت. خیلی از این اتفاقات در همین کشورها رخ میده. تعجب میکنم، مثلا من الان دارم این سوالی از شما میکنم، در قانون اساسی ما تعجب میکنی پیش بینی شده که ما مشارکت کنیم با طرف خارجی، ولی اون طرف خارجی وقتی میخواد بیاد در ایران پروژه رو انجام بده، باید بیاد یه شرکتی رو در ایران ثبت کنه. میره قانون ثبت شرکت ها میاد ثبت میکنه و از تمام اون خدمتشون مزایای قراردادی که داره استفاده میکنه. هیچ چیز خیلی عجیب غریب و جدیدی نیست. هر کسی که از فضای بازار هر کشوری که داره استفاده میکنه قطعا باید بره ضوابط اون کشور رو رعایت کنه. ما میریم، الان من خودم رشتم عمران دیگه، ما وقتی داریم صدور خدمات فنی مهندسی انجام میدیم در کشورهای دیگه، میریم میبینیم قانون اون کشور گفته من چطوری در اون کشور حضور پیدا کنم. من با لاجرم میرم از اون ضوابط اونا رو تبعیت میکنم. یه فرد دانشگاهی هستن، حد اکثر استفاده از فضای مجازی رو وقتی رهبر انقلاب میگه که اگر من واقعا بهم اجازه داده میشد، فرصت داشتم، من فضای مجازی رو به عنوان یه محل کار قرار میدادم. یعنی چی؟ یعنی ما این فضا رو باید 100% افزایش بدیم. وقتی ما داریم میگیم الان ما 4-5 هزار شرکت دانش بنیان داریم، اینا رو باید به 400-500 هزار تا برسونیم. هدف ما چیه؟ توسعه این هاست، استفاده از فناوری‌های جدیده. اصلا ما یکی از گروه‌های ما قبل از ورود به مجلس کسانی بوده که از استارتاپ‌ها به عنوان پیشران توسعه کشور است. همینا احتیاج به این فناوری‌ها دارن. شرکت‌های دانش بنیان همه احتیاج به اینا دارن. اصلا تضعیف فضای مجازی و استفاده از این ظرفیت به هیچ وجه مد نظر ما نیست. بله، میگه مگه ما همون جوری که تو بازار ارز اومدیم ساماندهی کردیم، تو بازار طلا، تو بازار مسکن، تو بازار قربونت برم شما ساماندهی کردید ولی ببخشید ریدید تو همه این سیستما. معذرت میخوام این ادبیات استفاده کنم چون هیچ ادبیات دیگه نمیتونستم براش پیدا بکنم. مسکن رو نابود کردید، قیمت ارز و یورو و دلار که 2400 داره میره بالا، نمیدونم قیمت خودرو همینطور، بورس که دیگه وضعیتش مشخصه. قیمت شما چه ساماندهی اونجا انجام دادید؟ اونجا موفق نبودید که مشخصه وقتی میاد تو حوزه اینترنت هم وضعیت چطوری میشه. و یعنی آدم فقط باید بخنده به اینا. بریم حالا این طرح رو ببینیم که چی بودی که اصلا تو مجلس تصویب شده، یه شخمی بزنیم اوضاع احوال این طرح رو ببینیم به تصویب. این طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، کمیسیونی که اومده این طرح رو مطرح کرده کمیسیون فرهنگی مجلسه که تقریبا این 18 نفر هستن. مثلا آقای بیژن آقا تهرانی یکی از افراد این طرح هستش، یا مثلا دیگه آقای بیژن نوباوه، اینا همه جزء کمیسیون فرهنگی مجلس هستن. آقای مجید نصیرایی هستن، همونی که بهتون گفتم و صحبت کرده بودم، با 37000 تا رأی رفته مجلس. یا مثلا خانم زهره سادات لاجوردی که حالا ایشون یه مقداری رأیشون بیشتر بود، 74000 تا رأی حتی تو تهران به صورت لیستی ایشون رأی آوردن. و جالبه که بیشتر این افراد هم اصولگران نه اصلاح طلب، چون قبلا ما به اصلاح طلب‌ها ایراد می‌گرفتیم، این اصولگرا چه طرحی رو تصویب کردن و خیلی دیگه از این افراد که حالا لیستشون از خودتون میتونید برید ببینید. اما اومده و گفته که این طرح به امضای 40 نفر از نماینده مجلس هم رسیده. یه سری از افراد هم آورده، مثلا نصرالله پژمانفر فکر می‌کنم مال مشهد باشه، یا خیلی از افراد مجلس هم زهره سادات لاجوردی که الان راجعش صحبت کردیم و خیلی دیگه از افراد که اسامیشون اینجا اومده. گفته شده که اگر حرف از پیام رسانه‌های داخلی می‌زنیم باید حداقل 51% سهام اونها داخل ایران باشه و فعالیتشون در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشه. حالا راجع به این قوانین و مقررات هم صحبت می‌کنیم. حالا ما خیلی تیتوار میریم جلو، میگه که تمام پیام رسانه‌های داخل خارجی موظفن حداکثر تا 2 ماه پس از تصویب این قانون خودشون رو منطبق بکنن. یعنی یا باید
حالا داخلش بهتون میگیم دیگه. گفته شده که مثلا بعد پیام‌رسانی مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل توییتر تو ایران نمایندگی داشته باشه. اگر تا 2 ماه نمایندگی رو منتشر نکنه و معرفی نکنه، اصطلاحاً معرفی نکنه، فیلترش میکنیم. یعنی بعد بیاد تو ایران نمایندگی بدی. حالا جلوتر راجعش صحبت میکنیم. گفته که پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و سازمان‌ها و مؤسسات عمومی و دولتی هستند از این قانون مستثنا هستند. پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکت ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تضمینیه که حالا ماهشو فعلا گفته که بعد اعلام بشه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. یعنی گفته که پیام‌رسان‌های خارجی باید یه دونه شرکت مثلا واسطه تو ایران معرفی بکنن به عنوان نماینده قانونش رو خودشون دفتر بزنن. حالا رانت اول اینجا ایجاد میشه که مثلا اگر فیسبوک بیاد بگه که مثلا شرکت ما میخوام بدن به حسن میرزا استعلامات سگانه اطلاعات سپاه اینجا اونجاشون میگه که نه این تایید صلاحیت نداره، یعنی صلاحیتش تایید نمیشه، بدین به اینه کی؟ سازمانی که زیر نظر خودشونه که خیلی راحت بتونن برن داده ها رو بردارن، نمیدونم پایش بکنن، جستجو بکنن. یعنی بیان بدن به یه شرکتی که با هیچ کدوم از این ادارات و سازمان‌های امنیتی تعامل نداشته باشه، خب 100 سال بهش مجوز نمیدن. و این رانت اوله. حالا اینجوری که آقای نماینده مجلس میگفتش که شما نمیدونید چی تصویب شده، حالا ما میخوایم به مردم بگیم ببینیم چی تصویب قرار بشه توی این پیام‌رسان‌ها. حالا گفته کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی همچنین نماینده‌های پیام‌رسان‌های خارجی باید ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه باشه. یعنی چی؟ یعنی یه رپر اگر بخواد آهنگ خودش رو در اینستاگرام منتشر بکنه یا شعر خودش رو در توییتر منتشر بکنه یا یه شخصی خارج از ایران بخواد یک فعالیت سیاسی رو انجام بده، میگه که این عملش خلاف قوانین ایرانه، پس باید این شخص پیج نداشته باشه، پس این شخص نباید فعالیت داشته باشه. پس اون رپری که داخل ایران هستش شما با این طرحتون دارید محدودش میکنید. اون آدمی که داخل ایران هستش که میخواد اعتراض بکنه با این فعالیت شما محدود میشه. پس شما دارید افرادی که مخالف شما هستن رو محدود میکنید که در مجموع میشه محدود کردن کاربرهای ایرانی. اگر غیر از اینه به من بی سواد حالی بکنید، مردم رو نمیدونن که شما میگید که این طرح در راستای حمایت از کاربران ایرانی. چه حمایتی؟ شما دارید میگید که بعد در راستای نمیدونم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شما یه وبسایتی که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداره زرتی میزنید فیلترش میکنید، میگید که بعد بیاد از ما مجوز بگیرید. از شما بخواد مجوز بگیره بعد 100 لایه بگذرونه، مگه همینطور راحت بهش مجوز میدید؟ بریم جلوتر. کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر و فعالیت ارائه دهنده خدماتشون هستن. یعنی باید یه سری سازمان‌ها ناظرن، گفتیم دیگه، مثلا رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نماینده تامل اختیار وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، دادستانی، مجلس، صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعملیاتتون گفتم مثل سازمان‌های امنیتی نظامی اینجا دخیل هستن. این سازمان‌ها تازه قسمتشون هستن و گوشه‌ای از اون افرادی هستن که کل این شبکه‌های اجتماعی، یعنی مثلا فرض کنید واتساپ بعد بره زیر نظر اینها فعالیت بکنه. قابل توجه است از دوستان که واتساپ در ایران کاملا شنود میشه، چتاش رصد میشه، چون اگر شنود و رصد نمیشد تا الان 20 بار فیلتر شده بود. خیالتون تخت راحت. هر شبکه اجتماعی که در ایران فیلتر نمیشه شما ایمان داشته باشید که رصدهای امنیتی و اطلاعاتی راحت درونش انجام میشه وگرنه فیلتر میشه. و حالا بریم پایین‌تر که یه سری تبصره‌ها هستش که بعد روش صحبت بکنیم. مثلا گفته چنانچه پیام‌رسان خدمتی ارائه نماید که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور ملزم به اخذ مجوز از دستگاه یا نهادی خاص باشه، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از اون دستگاه یا نهاد خاصه. گفتم دیگه، یعنی شما میخواید مثلا یک رپ منتشر بکنید بعد وزارت ارشاد مجوز بدید، میخواد کاندوم بفروشید بعد وزارت بهداشت مجوز بدید، میخواد مثلا یه دارو لاغری بفروشید بعد سازمان غذا و دارو به شما مجوز بده.
پس هر چیزی که شما میخواید در فعالیت شبکه‌های اجتماعیتون انجام بدید باید برید مجوزش رو بگیرید. مجوز گرفتن هم شامل رانت و لابی و این چیزا میشه، چون غیر از این ما سابقه نداشته که بخواد مجوزی داده بشه یا خیلی کم مجوز دادن. بریم جلوتر و حالا من دارم خیلی تیتروار میخونم. گفته که هیئت ساماندهی و نظارت موظف از پیام‌رسان‌های اثرگذار بر اساس معیارهای زیر تعیین کند. تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی. یعنی اینجا باید تعداد کاربرها رو اعلام بکنن که چند نفر بوده. این که حالا چیز پیچیده‌ای نیست، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه یه سری تبصره آوردن توی این قانون خودشون، مثلا تبصره 10 اینا جزء قوانین مثلا اپلیکیشن هست. مثلا شما واتساپ رو که میخواید نصب بکنید یه سری مثلا افراد زیر 18 سال رو نمیدونم یا مثلا تو فیسبوک یا جای دیگه بعد مراقب باشید و اینا جزء قوانین خود اپلیکیشن هست. یعنی شما تا وقتی اونها رو تایید نکنید نمیتونید اپلیکیشن رو نصب بکنید. اینا اومدن همین رو ترجمه فارسی کردن ماده قانون تبصره. بله بریم جلوتر. این باحاله که حالا بهتون میگم. صدور مجوز واردات و فعالسازی تلفن همراه با تشخیص هیئت سازماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های مؤثر داخلی به صورت پیش‌فرض. یعنی شما اگر بخواید یک گوشی آیفون وارد بکنید، مثلا این آیفون 12 پرو مکس، یا مثلا بخواید سامسونگ وارد بکنید، به صورت پیش‌فرض طبق این قانون بعد مثلا اپ گپ روش نصب باشه. وگرنه اجازه نمیدن که شما اون اپلیکیشن رو فعال بکنید داخل ایران یا اون گوشی اصلا وارد بشه. این اگر انحصار طلبی نیست و محدود کردن برندهای خارجی نیست چیه؟ بریم جلوتر. یه سری واژه‌ها استفاده میکنن که این واژه‌ها فقط توی مثلا حوزه‌های امنیتی و انتظامی، اصلا تو فضای سایبری آنچنان توشون نباید صحبت بشه. مثلا مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور و محوریت ستاد کل نیروهای مسلح باید باشه. یعنی کل فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی از جمله حالا این اینستاگرام و مثلا واتساپ اینا باید زیر نظر نیروهای مسلح باشه. یعنی در همه جای دنیا اگه همچین چیزی رو بگید بازم میگم یه پناهندگی اضافه تر به شما میدن، دوبل. و نکته بعدی هم این هستش که آقا تا قبل از این شما چی کار میکردید؟ یعنی مثلا این همه پول میگرفتید از مردم برای اینترنت و این صحبت ها، یا این همه بودجه رو دارید صرف امنیت سایبری میکردید؟ یعنی تا قبل از این کارا رو نمیکردید؟ یعنی دیتا ها رو شما مثلا قبل از این کنترل نمی‌کردید؟ مثلا پس اون سپاه سایبریتون و اون امنیتی سایبریتون تا قبل از این داشته چی کار می‌کردید که از الان به بعد دارید این اتفاقات رو رقم میزنید؟ بعد تازه احراز هویت کاربران هم میخواد. یعنی شما باید برید عکس کارت ملی و شناسنامه‌تون رو بفرستید که مثلا وصل بشید به اینترنت، که بدونن که فلان شخص از کدوم نقطه ایران داره به اینترنت وصل میشه. یعنی آمار کامل و ریز شما رو بگیرن. تبصره هم داره که وزارت ارتباطات بعد این کار رو انجام بده. بعد این باحاله. کنترل، تفتیش و دسترسی به محتوای پیام‌رسان‌ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره کننده آن بوده و محتوای آن فقط در دسترس اعضا میباشد به جز موارد زیر: جرایم علیه امنیت ملی، تهدید، تجاوز. یعنی شما اجازه ندارید تفتیش بکنید و ممنوع به غیر از اینکه یه سری جرم علیه امنیت ملی انجام بدید. یعنی بگید آقا فراخوان میدم بریزید تو خیابون، اعتراض بکنید آب و برق و گاز و بنزین گرون شده، این کار رو انجام بدید، جز امنیت ملی حساب میشه، میان چتتو کنترل میکنن. تهدیدا کنترل میشه، اون منطقی. تجاوزها کنترل میشه، نمیدونم ساخت و تولید و ورود نمیدونم مواد مخدر و کلاهبرداری و چیزهای مختلف. پس گفته که شما خیلی راحت میتونید تفتیش بکنید اطلاعات کاربرها رو. پس این کنترل کاربران نیست چیه؟ بله بریم جلوتر. هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوعه. خب ببخشید، مگه فیسبوک یا اینستاگرام یا توییتر مغز خر خورده بیاد به شما خدمات ارائه بده وقتی نتونه با شما مراودات پولی و بانکی انجام بده، وقتی براش درآمدزایی نکنه؟ خب چرا بخواد بیاد به شما خدمات ارائه بده وقتی شما
به بانک‌های جهانی متصل نیستید، وقتی مردم ایران مستر کارت ندارن، وقتی مردم ایران نمیتونن خرید بین‌المللی بکنن از سایت معمولی آمازون، ایبی و یا سایر سایت‌ها نمیتونن خرید بکنن، خب چرا به شما خدمات ارائه بدن؟ چرا نمایندگی بزنن تو ایران؟ الان آمازون میدونید چقدر اشتغال داره ایجاد میکنه در کشورهای اروپایی و آمریکایی، کسی که در خارج از کشور اینو میدونن. آمازون اگه تو ایران فعال بود میدونید چقدر میتونست درآمدزایی واسه مردم بکنه، ولی شما اومدید مثل سایت‌های ایرانی زدید، انحصار طلبی کردید. دقیقاً همین کارو دارید میکنید دیگه. برای این کار همین کاری که سر پراید و پیکان و ماشین‌های آشغالی کردید، نذاشتید ماشین‌های خارجی وارد بشه، رقبای خارجی حذف کردید که مردم برن پیکان و پراید و ماشین‌های آتش‌خال شما رو بخرن. در خصوص سایت‌ها و تجهیزات هم همینطوریه دیگه. جنس‌های آشغال چینی رو میارید بذارید داخل سایت‌های ایرانیتون، دیگه آمازون ایبی نمیتونن فعالیت بکنن دیگه. اینجوری سر مردم رو کلا میذاره. این طرح حمایت از کاربران ایرانیه. شما اینکه فرهنگ سازی بکنید، سطح سواد علمی افرادتون بالا ببرید، به خاطر اینکه بخواد کمکاری خودتون رو پوشش بدید، میاد این طرحهای شل شخمی رو تصویب می‌کنه. بریم جلوتر. استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه‌ها این موضوع این ماده ممنوعه. یعنی شما در تلویزیون و در صدا و سیما اگر بگید که این پیج اینستاگرام منه، این پیج تلگرام منه، این پیج توییتر یا فیسبوک منه، ممنوعه. استفاده از فیلتر شکن رو هم ممنوع کردن. آقا قربونتون برم، شما خودتون این قضیه رو و این قانون زیر پا میذارید. همتون تو توییتر هستید، همتون در اینستاگرام هستید، همتون تو فیسبوک هستید. هر موقع خودتون دیلیت اکانت کردید، فیلم دیلیت اکانتتون رو گذاشتید تو پیج‌های خودتون، مردم باور میکنن راست میگید. وقتی خودتون این قوانین رو رعایت نمی‌کنید چه انتظاری دارید از بقیه؟ این موضوعاتی بوده که در این طرح مطرح شده و تصویب شده و به صورت انحصاری شما میخواد کاربرا رو کنترل بکنید هر گونه فعالیتی که داشته باشن. عموما هم بیشتر فعالیت‌های مردم، حالا این ازش که برن از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن، یعنی هر گونه اعتراضی هم که دارن تو این شبکه‌های اجتماعی اعلام کنن. در هر صورت این یه شخمی بود، این قانونی که تصویب کردن یه شخم زدیم کامل. خیلی دوست دارم که شما نظراتتون رو بگید، برای ما کامنت بذارید و ویدیو رو به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. مرسی.